گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 241. ارکستر به رهبری آقای روح الله خالقی. تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی. تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی. مرا بر آتش سوزان نشاندی و ننشستی. دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مودت. دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مودت. به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی.
به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی. شد ز غمت خانه سودا دلم، شد ز غمت خانه سودا دلم، در طلبت رفت به هر جا دلم، در طلب گوهر گویای عشق، موج زند موج چو دریا دلم. از دل تو در دل من نکته هاست، وه چه ره است از دل تو تا دلم. گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وا دلم.
چنانت خود بی خبرم که نپندار چشم منی نپنهانی از نظرم
چنان از خود بی خبرم که نشناسم ز سرم نه پیدا در چشم منی نه پنهانی از نظرم گفتم سر و جان بر سر کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، این من بودم که بیقرارت کردم. ما کیستیم عاشق از جان گذشته با درد خو گرفته با درد خو گرفته ز درمان گذشته
در راه دوست در راه دوست دین و دل از دست داده در راه دوست دین و دل از دست داده هستی به باد رفته از جان گذشته دلم یا عزیز من مهنت کشیده ای به غم و درد مبتلا افتاده دردمند و ز درمان گذشته دور یا
افتاده دردمند و ز درمان گذشته دل داده ای به موی تا مشکل رسیده ای جان یا دل داده ای به موی تا مشکل رسیده بیچاره ای بیچاره ای ز وصل تا سال گذشته یا عزیز منم در پیش موج حادثه برپا ستاده ای همانا
در پیش موج حادثه برپا ستاره کشتی شکسته یا ز طوفان گذشته یا دلم ما کیستیم عاشق از جان گذشته ما کیستیم عاشق از جان گذشته با درد خو گرفته با درد خو گرفته ز درمان گذشته دلم وای هزار جهد بکردم که گرد عشق نگردم هزار جهد بکردم که گرد عشق نگردم همی برابرم آید خیال روی تو هر دم به چشم‌های تو دانم که تا ز چشم برفتی به چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم
چنانت خودی خبرم که نشناختم ز سرم نپنداشتم چشم منی نپنهانی از نظرم. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه به سهم رسید برنامه شماره 241 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم الهه و آقای گلپایگانی تنظیم یافته. آهنگ از آقای حسین یاحقی، تنظیم به اهتمام آقای جواد معروفی، ترانه از آقای نواب صفا، ویولون آقای حبیب الله بدیعی. اشعار دیگر
از سعدی، مولانا، سهیلی خونساری. گویندگان: خانم پرتوی، آقای سلطانی.